پروفسور، یک نازنین دیگری هم از بین ما رفت. با همه آزارهایی که دید، زجرهایی که دید، کمتر نامش عنوان شد. دکتر سهامی، شما چون خوب میشناختینش، دلم میخواد یادی از اون نازنین بکنید و آنچه بر سر او آمدین، فرزانه استاد. منم که دقیقا دکتر سیروس سهامی که 2 روز پیش در واقع ما از دست دادیم واژه رو باید به این صورت گفتن که درگذشت. یکی از عبرت انگیزترین ماجراهای این جامعه ماست که کمتر کسی خبر داره از اون، مگر کسانی که میشناختن، با این محیط آشنا بودن، با اون محیط دانشگاهی مشهد و شهر مشهد، که البته نمونه هاشو اینجا اونجا هم کم نداریم در جاهای دیگر ایران. بلایی که این حکومت بر سر دکتر سیروس سهامی، این استاد فریخته دانشگاه آورد، من فکر اصلا یک موضوع غریبی است. دکتر سهامی در واقع در سال 1336 دوران دبیرستانش رو گذروند. یعنی خودش اهل انزلی بود، اهل بندر انزلی بود، اما به علت شغل پدری مجبور بود که در واقع هر جایی که پدر میرفت مأموریت داشت، خب اونم همونجا در واقع میرفت به دبستان و دبیرستان. در انزلی بوده، در رشت بوده، در چند شهرهای گوناگون شمالی. ولی سال 33 اگر اشتباه نکنم، سال پایانی دوره متوسطه رو شاگرد دبیرستان نوربخش بود در رشت و سال 1330 بعد وارد دانشسرای عالی شد و سال 1300 در دوران دبیرستان شاگرد اول شد به اصطلاح در امتحانات دیپلم نهایی. در سال 1336 هم از دانشسرای عالی تهران با رتبه اولی شاگرد به اصطلاح فارغ التحصیل شد و بعد در دبیرستان لنگرود و انزلی 2 سال درس داد و در اون موقع قانونی بود که البته خیلی طول نکشید اجراش، ولی برجت خیلی قانون مهمه و درستی بود که شاگرد اولای دانشگاه رو در هر رشته تحصیلی که بود اینها رو اعزام میکردن، یعنی بورس میدادن بهشون به خارج. اینا دوره دکترا خودشون میگرفتن و اغلب هم میامدن در همون دانشکده که از همون دانشکده که فارغ التحصیل شده بودن در واقع شروع به تدریس میکردن و یکی از بهترین این یکی از بهترین قانونایی بود که در اون روزگار وجود داشت، چون هم در واقع نخبگان دانشگاهی ایران رو میفرستاد به خارج برای تحصیل، بورس میداد، نه مثل امروز که در واقع نمونهش رو زبان احمدی نژاد دیدیم که 3000 نفر رو بورسیه دانشگاه کرد که اصلا معلوم نبود در واقع کی هستن و چی هستن و تمام فسادی که به اصطلاح از میان این بورسیه های به اصطلاح دوره دکترا که الان هم یه بخش زیادشون در دانشگاه درس میدن آشکار شد. اون فساد کاملا دیده شد. این نکته من بگم آقای دکتر، خیلی جالبه برای من که این دانشسرا چه کسانی توش میرن. عجیب بوده این دانشسرا، دکتر سهامی، دکتر خویی، منوچهر آتشی، اصغر واقدی، این تمام این بچه‌هایی که بعداً تو عرصه شعر و ادبیات و فرهنگ تحصیل داشت. برو وزیر وقت علوم در واقع اصرار کرد که ایشون رئیس دانشگاه بشه، اما سال 58 از ریاست دانشگاه استعفا داد. اما سال 1361 در بندر انزلی دستگیر شد، منتقلش کردن به در واقع مشهد و بلایی به سر دکتر سهامی آوردن در زندان وکیل آباد مشهد
که اصلا باور کردنی نیست. خودش تعریف میکرد و با یه طنز خاصی هم تعریف میکرد و خب و میگفتش که اصلا این سلولی که من افتاده بودم خیس بود، اصلا نمیتونستم این سلول به قصد خیس کرده بودن، اصلا میگفت بیچاره شد، اصلا نمیشد خوابید اون تو. و اتفاقا یه داستانی بود، میگفت من وارد زندان وکیل آباد مشهد که شدم، یکی از زندانیای سیاسی داد زد، گفت بله اینی که جمهوری اسلامی میگد که زندان رو به دانشگاه تبدیل کردی، نمونش رئیس دانشگاه هم الان آمد. بعد در واقع از کار دانشگاهی اخراج شد و این انسانی که به اصطلاح ببینید شاگرد اول بوده، این همه دانش داشته و در اوج در حقیقت شکوفایی علمیش در واقع از تدریس در دانشگاه محروم شد. دکتر سیروس سامی بعد از این ماجرات زندگیش بسیار خوب، زندگی از مالی از لحاظ معیشت خوب در وضعیت مشکلی بود، منتها با بزرگواری و با مناعت طبع این زندگی مشکل رو گذروند و به طور عمده هم زندگیش از راه تعریف و ترجمه تأمین میشد. چند تا مثلا من از بله اگر نشون بدید این تعریف ها و ترجمه های دکتر سیروس سامی رو اگر نشون بدید، خود این تعداد نشان میده که در حقیقت در واقع نشان میده که این عزیز در چه زمینه هایی چقدر دانش داشته و چه انسان بزرگی بوده و در واقع دانشجویان و جوانان ما رو از بهره بردن از چنین دانشی سالیان دراز محروم کردن. سال 1965 یعنی امسال ما 2021 1965 یه چیزی حدود در بر 50 سال بالا پیش یه بخشی از تز دکترای خودش رو که در بعد نشر دانشگاهی پاریس فرانسه منتشر کرد. نشر دانشگاهی فرانسه خیلی نشر معتبریه، هر چیزی رو منتشر نمیکنه. یعنی میخوام بگم دانشیشون و آگاهیشون در این حد بود. 50 خورده سال تز دکتراش رو نشر دانشگاهی فرانسه منتشر کرد. و یعنی من در واقع دو نور زده، من نمیشد مشهد برم و دکتر سامی رو نبینم. بسیار آدم نازنینی بود، خیلی آدم نازنینی بود و حیف. و این وقتی که دکتر متینی توی یادداشتایی که داره از دوران دانشگاه مشهدش از شماری از اساتید بسیار به زیبایی و نازنین، دکتر سامیراد، دکتر سهامی و اینایی که میگفت تابع موج نبودن و ایراد میگیره که بی خود دستگاه انگولک میکرد بهشون. مثلا سر همون جشن‌های تاجگذاری گفتن این عده باید بیرون باشه، در حالی که مثلا میگفت ساواک در مورد شریعتی هیچ مشکل نداره، بلکه فشارم میآورد که استادیارش کنین، دانشیارش کنین. ولی در مورد سهامی یا نازنین آدمی که آدم ملی بود این مشکلات رو داشت. بعد از انقلاب هم دیدیم که چه مصائبی بر سر اومد. آرزو میکنم که همتون در زندگی موفق باشید، خانواده‌هاتون همینطور، و از شما تک تکتون سپاسگزاری میکنم و آرزو میکنم از این که در دنیای بهتری از من زندگی
خدا نگهدار. نیست و خیلی از عزیزانی که قطعا امروز در این جایگاه حضور یافتید از شاگردان آقای دکتر بودید. بنده به نیابت از همسر سوگوار سرکار خانم گنجوری، به نیابت از سرکار خانم های سامی و بزرگان خاندان سوال میکنم آیان بانوان خواهشمندم جواب بنده حقیق رو بدید. مرحوم آقای دکتر سیروس سهامی چطور انسانی بودن؟ کسانی که شهادت به خوب بودنش میدن یه صلوات جانانه خواهد بفرد.